امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته فناوری‌های نظامی کاربردهای صنعتی نیز پیدا می‌کنند و استفاده از دانش نظامی در بهبود وضعیت اقتصادی موضوعی است که تاکنون بدان کم پرداخته شده. حمایت از قشرهای مختلف جامعه کاری این شهر از اولویت‌های بنده است و پیگیری مسائل این شهر. مردم این شهر برای امرار معاش خود بسیار زحمت می‌کشند و حاصل زحمت آنان متأسفانه به اندازه کافی به آنها باز نمی‌گردد. موضوعات اساسی و مهمی همچون بیمه‌ای که اقشار زحمتکش مانند صیادان و کشاورزان از آن محروم هستند در دستور کار بنده برای پیگیری قرار دارد. یک پارچه سازی و جهتمند نمودن فناوری‌ها در راستای منافع همگانی و در نهایت یک مدلی تحت عنوان شهر هوشمند و اقتصادی ختم خواهد شد. انرژی بسیار بالا و استعدادهای بی‌نظیری که در حوزه‌های فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان در این شهر وجود دارد، هماهنگ‌سازی، یکپارچه‌سازی و مدیریت کلان جهت ارتباط و تعامل افراد و شرکت‌های با سابقه با شرکت‌های تازه تأسیس، نخبگان و افراد با استعداد این شهر در راستای حرکت به سمت شهر هوشمند از مهمترین اقداماتی است که باید نتیجه آن به نفع تمام مردم تمام شود.